بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. دوستان عزیز و گرامی قدر، الله مهربان همه من و شما را نگهبان باشد انشاءالله. به لطف خداوند که خداوند نصیب گردانید امروز مبارکه و بیگاه جمعه است انشاءالله. خواستیم همون وعده که کردیم در صحبت از حیات یکی از صحابگان جلیل، صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم، انس ابن مالک کرده باشیم. الله مهربان کلگی ما را نگهبان باشد در هر کجایی که نباشیم. انس ابن مالک در یثریب یعنی در مدینه تولد شدند. پیش از هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم، 10 سال پیش از هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم، وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم با حضرت ابوبکر رضی الله عنه هجرت کردند از مکه مکرمه به سوی مدینه منوره. این قصه که مشهور است، همه من شما میدونیم که 3 روز در غار ماندند پیامبر صلی الله علیه و سلم با حضرت ابوبکر و در مدینه همه انتظاری میکشیدند قدوم پیامبر صلی الله علیه و سلم را. زنها یک طرف و مردها یک طرف و کودکها یک طرف انتظاری پیامبر صلی الله علیه و سلم را میکشیدند. و از بین کودکها این یکی از اونها که حضرت انس ابن مالک بودند که در اون وقت عمرشان 10 ساله بود. وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم با حضرت ابوبکر قدوم فرمودند به طرف مدینه منوره، زیادی ها رسول خدا صلی الله علیه و سلم را ندیده بودند، نمیشناختند، اما از شنیدن نام پیامبر صلی الله علیه و سلم چنان محبت در دلهاشون جا شده بود که مال و ملک و همه جانهای خودشان تیار بودند که برای رسول خدا صلی الله علیه و سلم فدا کنند. این چنین است که دوستان عزیز، ما هم امروز رسول خدا صلی الله علیه و سلم ندیده ایم اما محبت بر پیامبر صلی الله علیه و سلم داریم. و الله مهربانم یکی از نشانه های مهم مؤمن این می فرماید که استعذ بالله النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند، الله مهربان جل جلاله فرمودند در قرآن که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای مؤمن ها بالاتر از جانشان است. این چنین که اهل مدینه رسول خدا صلی الله علیه و سلم محبت کرده بودند، از اون که از نام وی شنیده بودند و در بین اونها یکی از کودک ها یعنی حضرت انس ابن مالک هم که مهر و محبت پیامبر صلی الله علیه و سلم در دلش جا شده بود. وقتی که اینا قدوم فرمودند حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم با حضرت ابوبکر، همه میپرسیدند که کدام از این پیامبر باشد. خلاصه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم آمدند، در مدینه قرار گرفتند و همه اهل مدینه یک هدیه را برای پیامبر صلی الله علیه و سلم آوردند. هر نفر چیزی که توانست برای رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای نصرت دین اسلام آوردن برای پیامبر صلی الله علیه و سلم چیزی را هدیه فرمودند. این است که مردم مدینه را انصار نامی برند. خداوند در قرآن اونها را انصار میگوید، یعنی کسایی که نصرت دین خداوند کردند، کسانی که دین خداوند نصرت کردند. و مهاجرین اون کسایی را میگن که از طرف مکه مکرمه هجرت کردند به سوی مدینه. خلاصه که وقتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم در مدینه قرار گرفت، همه یک هدیه را برای رسول خدا صلی الله علیه و سلم آوردن. مادر حضرت انس ابن مالک که نامشون ام سلیم می باشد و بعضی ها قمیصه هم گفتن، این که چیزی نیافت برای رسول خدا صلی الله علیه و سلم بیارد هدیه کند و بهترین هدیه را گرفت، یعنی فرزند خودش که 10 سال داشتن آورد به طرف رسول خدا صلی الله علیه و سلم و فرمود که رسول الله همین هدیه من را قبول کن. ببینید اینجا یک جای
اشاره است یا جایی هست که باید اینجا کمی در این بابت هم صحبت کرد. دوستان عزیز، این مادر چنان مادر بزرگ، چنان مادری با ایمان، با عفت، صالحه که فرزند خود که 10 سال فرزندی اون داشته، 10 ساله فرزند را آورد برای رسول خدا صلی الله علیه و سلم هدیه کرد. این یک امر بزرگ است. هر نفر این کار کرده نمیتواند که بیارد فرزند خدا هدیه در راه خداوند بدهد و گفت یا رسول الله همه هر چیزی آوردن و من نیفتم چیزی بجز همین غلام آوردم که هذا انیس ابن غلام لبیب کاتب. گفتن این انیس از فرزند من غلام است، یعنی کودک است که لبیب است، خردمند است، کاتب است یعنی نویسنده است. در اون زمان هر نفر نوشته هم نمیتوانست. این کودک عمر 10 ساله حتی نوشته میتونست. اتیتک به یخدمک، آوردم که تا اینکه بر تو خدمت کنه. گفتن فدع الله له، یا رسول الله گفتن در حق این فرزند من دعای کن. پیامبر صلی الله علیه و سلم این هدیه را قبول فرمودند و زیاد هم خرسند شدند و دعا کردند. گفتند و دعا له قائلا اللهم اکثر ماله و ولده و اطل عمره و غفر ذنبه. گفتند بار خداوندا مال این زیاد بگردان و فرزندهاش زیاد بگردان و عمر با برکتش عطا بفرما، عمرش دراز بگردان و گناهش را ببخش. این دعایی بود که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در حق انس ابن مالک کردند و الله مهربان این دعا را قبول کرد. بشک این است که دعای پیامبر صلی الله علیه و سلم قبول خواهد شد. دوستان ببینید این مادر که این خدمتی بزرگی برای اسلام کرد، یک خدمتی کرد که فرزند خدا برای الله و برای پیامبرش آور هدیه کرد که این فرزند چنان فرزندی گشت که در درجه محدثین از سوم از نفرهایی که سیوم قرار دارد، در اون که زیاد حدیث از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت کرده که عدد حدیث هایی که روایت کرده عدد انس بن مالک علما گفتن 2286. اینقدر حدیثی روایت کردن که هر حدیثی که خوانده می شود ان شاء الله ثوابش و حضرت انس و مادر حضرت انس ام سلیم الله مهربان میرساند. ببینید برادر عزیز، این مادر یک امر بزرگی را برای ما و شما نشان داد که فرزند خدا برای الله هدیه کرد. الله مهربان این فرزند چنان مشهور گردانید. این چنین مادر حضرت امام بخاری هم که مال ملک خدا فروخته کرد و برد حضرت امام بخاری را به مکه و مدینه تا اینکه علم بیاموزد. الله مهربان فرزندش مشهور کرد تا جایی که کتاب او بعد از قرآن شد. این است که دوستای عزیز پشت هر یک مرد ده، پشت هر یک مرد یک زنی بزرگ است و پشت هر یک جوان مرد ده مادر بزرگ است که حضرت ابوبکر رضی الله عنه در زمان خودشان گفتند که عجزت النساء ان یلدن مثل خالد. گفتند که حضرت ابوبکر عاجز شدند زنها این که مانند خالد یک نفر را تولد کنند. لیکن این زمان ما همین شده که خیلی خیلی از زنها عاجز شدند. یعنی فتنه هایی که امروز در دنیا هست، یعنی بدبختی هایی که امروز، مصیبت هایی که بر بالای اسلام بر بالای مسلمان ها امروز هست، اساس اینه به طریق زنها بر ما آموختن. یعنی زنهای ما را از خواهرای ما را، مادرای ما را از همون چهارچوبه ایمان و قرآن و اسلام دور کردن. حتی قرآن ببین که الله مهربان در قرآن میفرماید، یعنی نام زنها را الله مهربان در قرآن نمیگیرد و وقتی که در باب حضرت زلیخا صحبت میکند، یعنی همسر حضرت یوسف علیه السلام، نامش نمیگیرد. و غلقت الابواب قالت هیت لک، نامش نمیگیرد. وقتی از مادرمان ماما حوا صحبت میکند الله مهربان جل جلاله نامش نمیگیرد. یعنی و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک، یعنی گفتیم که آدم تو سکونتی کن و اویله تو، یعنی همسر تو، نامش نگرفت. و یکی از آنها را بلقیس میگویند که قصهش با حضرت سلیمان است، نامش خداوند نگرفت.
و عاصیه زن فرعون الله مهربان نام شده قرآن نگرفت. یگانه زنی که الله نام شده قرآن گرفت مریم است، حضرت مریم مادر حضرت عیسی علیه السلام. خلاصه مفسرین گفتن که این معنی اون داره که حتی خداوند زنها را نامشون گرفتن در قرآن سطر کرد، حالا کو دیگر حالتهای دیگر. به همون خاطر پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند که تنکح المرأة لاربع، یعنی زنها را برای 4 چیز نکاح کرده می شود. یکی برای مال، یکی برای نسبش که هست، یکی برای زیباییش و چهارمین برای دینش. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتن که شما همون دیندار انتخاب کنید، فسفر بذات دین تریبت یتک، یعنی دستهای شما در این دنیا و در قیامت بلند می شود. یعنی شما با آبرو می شوید وقتی که انسانی که همسری با ایمان دارد. و این هم اشاره همین است که پشت هر یک مرد بزرگی ده زنی بزرگی است. و الله مهربان ما را از جمله انسان های بگردانه که یعنی پیرو از پیامبر صلی الله علیه و سلم و پیرو از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم باشیم. و دوستان عزیز دیگر این که خوشا چشمی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم دیده، و خوشا گوشی که پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیده، و خوشا دستی که با پیامبر صلی الله علیه و سلم مصافحه کردن، زیارت کردن، و خوشا قدم هایی که با پیامبر صلی الله علیه و سلم رفتن. اینم که حضرت اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم با رسول خدا صلی الله علیه و سلم بودن. دیگر از حیات حضرت انس ابن مالک که گفتن من 10 سال در خانه پیامبر صلی الله علیه و سلم نشأ و نما یافتم، یعنی کلام شدم، بزرگ شدم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم بار هم مرا نزدند. ببینید دوستان، اینقدر رحمت از جانب پیامبر صلی الله علیه و سلم که حتی امروزها ممکن هر روز پدرها فرزندها را مقصد لطوکوب کنن، هر روز یک بالاشون غضب کنن، اما رسول خدا صلی الله علیه و سلم 10 سال حضرت انس گفتن من در خانه پیامبر صلی الله علیه و سلم بزرگ شدم، پیامبر صلی الله علیه و سلم بار هم مرا لطوکوب نکردن. دیگر اینکه در این مدت 10 سال گفتن بار هم رسول خدا صلی الله علیه و سلم مرا نگفتن که چی با این کار کردی و چی با این کار نکردی. یک روز رسول خدا صلی الله علیه و سلم حضرت انس برای چیکاری روان کردن. میگه من وقتی که رفتم در راه دیدم که یک گروه از کودکان بازی دارن و با اونها مشغول بازی شدم و امر پیامبر صلی الله علیه و سلم از یادم رفت. بعد چندی میگه حس کردم که یک نفر در پشت من است. نظر کردم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم از من پرسیدن که انس آیا تو برای امری که برات فرمودم رفتی؟ میگه من گفتم یا رسول الله الان میروم. هر نفری که نباشد وقتی که یک نفر امرش قبول نکرد بالاش غضب میکنه، اما رسول خدا صلی الله علیه و سلم چیزی برای حضرت انس نگفتن. دیگر اینکه حضرت انس ابن مالک سال 612 تولد شدن و سال 711 از دنیا رفتن، یکی 99 سال عمر. همون دعایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم برایشون کرده بود که خداوند در عمرشون برکت بده، خداوند عمری با برکتشون دادن که تولدشون در مدینه بود و مرگشون در بصره شد و مال زیادی هم خداوند براش عطا کرد، دیگر حساب اون نمیتونست کنم، چون که دعای پیامبر بود که خداوند در مالش برکت بده. و در فرزندهاش دعا کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم که خداوند فرزندهاش زیاد بگردان، از فرزند تا نبیره زیاده از 100 نفر زیاد فرزند و نبیره خودش دیده بودن. دیگر این که از همه صحابه‌ای که آخرین از دنیا گذشتن، بسیاری از مورخین همین میگن، همین حضرت انس ابن مالک بودن که از آخری اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم از دنیا گذشتن سال 93 هجری. و ما اشاره کردیم برای رحمت پیامبر صلی الله علیه و سلم که رحمت العالمین. الله مهربان در سوره انبیاء میفرماید که استعاذ بالله و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ای محمد ما تو را نفرستاده مگر رحمت بر عالمیان، برای همه عالم رحمت است رسول خدا صلی الله علیه و سلم. یک اشاره برای رحمت رسول خدا صلی الله علیه و سلم کنیم که وقتی که آیه فرستاده شد در فضیلت پیامبر صلی الله علیه و سلم که الله مهربان میفرماید استعاذ بالله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. گفتن که الله مهربان و ملائکه های الله سبحانه و تعالی
برای پیامبر صلی الله علیه و سلم صلوات میفرستند. یعنی صلوات فرستادن الله نمانند صلوات های ماست، یعنی بزرگی پیامبر را بیان میکنه. اینجا الله مهربان دعای قبول کننده دعای پیغمبر است به معنای قبول کردن دعا و به معنای دوست داشتن پیامبر صلی الله علیه و سلم است. و صلوات ملائکه ها را گفتن علما که طلب مغفرت کردن است برای پیامبر صلی الله علیه و سلم، که الله مهربان این بزرگی را برای پیامبر دادن و امر فرمودن برای کل مؤمن. گفتن یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید صلوات بفرستید بر پیامبر صلی الله علیه و سلم. وقت این فضیلت این آیه کریمه را که الله مهربان فرستاد، این یک خوشحال کننده است برای رسول خدا صلی الله علیه و سلم که اینقدر الله مهربان فضیلت پیامبر صلی الله علیه و سلم و مقام پیامبر صلی الله علیه و سلم بلند کرد. آیا رسول خدا صلی الله علیه و سلم رحمت چه ببینه که در همین جا سکوت کرد، گفت خدایا، گفت تو برای من اینقدر فضیلت داده و چیست حال امتی من، یعنی برای امتی من چی فضیلتی را هدیه کرده ای. این برای من بود، اما برای امت رسول خدا صلی الله علیه و سلم خواست که برای امتی من چی. الله مهربان این پرسش رسول خدا صلی الله علیه و سلم قبول کرد و فرستاد آیه دیگری در همین سوره احزاب که الله مهربان میفرماید استعاذ بالله هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما. الله مهربان فرمود که الله ذاتی هست که یعنی قبول کننده دعای بنده ها است، قبول کننده دعای تمام امت پیامبر صلی الله علیه و سلم است. هو الذي يصلي عليكم، یعنی الله مهربان قبول کننده دعای شما است و ملائکته، این چنین ملائکه های خداوند بر اولای شما ای مؤمن ها طلب مغفرت میکنن. این فضیلت که الله مهربان به خاطر رسولش صلی الله علیه و سلم بر امت پیامبر صلی الله علیه و سلم روا دید. دوستان عزیز، خداوند همه ما شما نگهبان باشد. گناه های ما را خداوند متعال ببخشد. الله مهربان دنیا و آخرت ما را آباد کرده باشد. اگر یگان تقصیر و یگان خطای از ماست، از همه شما عذرخواهی میکنیم، اما ما کوشش داریم که همون حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم که گفتن بلغوا عنی ولو آیه، شما از من برسانید اگر چند یک کلمه هم باشد. انشاءالله در صحبت‌های دیگر، در درس‌های دیگر انشاءالله از حیات صحابه دیگری خواهیم شروع کرد. ممکن از حیات حضرت ابوبکر یا که صحابه دیگر انشاءالله خواهیم شروع کرد. در باب حضرت انس هم زیاد معلومات‌های زیاد است، اما اینکه مشکل برای ما نشود، این همچون که در درس اول ما گفتیم که حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم که خیر الکلام ما قل و دل، بهترین کلام همون است که کمتر باشد و دلالت کننده باشد. اگر از این گفته ما را یک کلمه هم، یک فایده هم اگر یک نفر ببره، انشاءالله این فایده همه ما امت اسلام است انشاءالله. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا اديته ولا مريضا الا شفيته ولا ظالما الا سقيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.